خب سلام علیکم، عصر همگی بخیر. انشالله که درجه عالی هستین. آماده کلاس امروز؟ همینطور که میبینیم پشت سر من امروز کلاس تراپی داریم. پس اگر آماده نیستی صندلی رو برو آماده کن، ورد و بیار. صندلی آماده، کمربند یوگا آماده برای کلاس امروز. اگه حاضر نکردی تا بچه ها میان به اون ملحق میشن، صندلی رو بیار بذار و آماده شو برای کلاس تراپی امروز. خوش اومدین بچه ها. سلام 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 مهناز جان. مرسی. خب یکم دیگه، یه دقیقه دیگه منتظر میشم برای بچه ها که امروز بیاین ملحق بشیم به کلاس. بعد صفحه رو باز میکنیم و شروع میکنیم. شوکت جانم اومد. خوش اومدی، خوش اومدین دخترها. صندلی رو آماده کنین. سلام، آماده باشید برای کلاس امروز. خواستم استوری بذارم که صندلی رو آماده کنیم، متاسفانه وقت نشد. این روزا خیلی کارا همش خیلی فشرده است، اشکالی هم نداره. باریکلا به شما دخترها که میان سر کلاس توی لایو. ریت کلاس ها رو که نگاه میکردم خیلی عالی دارین استقبال میکنین بچه ها. معلومه که خیلی ها دارن توی روزایی که تعطیلیم از کلاس استفاده میکنن. فوق العاده عالیه. خب آماده باش. میدونم دیگه صندلیاتون آماده است، کمربنده یوگاتون آماده است. بریم که شروع کنیم کلاس امروزمونو. مثل همیشه برو بریم. نیت رو داشته باش، آماده باش برای کلاس امروز و شروع کن. دم، بازدم، دوباره دم. بچه ها میتونین حرکات گرم کردن رو روی صندلی هم بشینی انجام بدی. نفس بگیر و بازدم. دو تای دیگه با انرژی انجام بده. بکش دستا رو سر بالا، بازدم و آخری نفس، بازدم. حاضری؟ بریم دستا رو برعکس حرکت بدیم. چرخش و سری. 1 2 3. پرت کن دست عقب. 4 5 6 7 8 9 و 10. دستا روی شونه. چرخش آرنج دونه دونه. 1. کمرت حرکت کنه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برعکس برعکس سریعش کن. 1 2 آفرین. 3 4 5 6 7 8 9 و تمام. خیلی خوب. دستو بذار روی زانوها. بریم با یه چرخش از سمت راست. دست راست رو بذار روی شونه، دست چپ زانو رو بگیره. بکش دستو عقب. 1. دستو پرت کن به عقب. 2 3 4 5 عالی. 6 7 8 9 و 10. هنوز با همین دست راست کار داریم. دست راست رو بکش بالا بالا کنار گوش. آرنج رو خم کن. بگیر زیر آرنج رو فشار بده. زیر بازو رو میکشم به عقب. نگهش دار. گردنتو تست کن، اصلا فشار نداره. همین دست رو بیار جلوی سینه، کشش.
خیلی عالی. آماده ای بریم سمت دیگه. دست راست بره روی زانوی مخالف، دستو بیار بذار روی شونه، با دست چپ میریم. حاضری؟ نفس بگیر عقب میری. 1 2 دستو پرت کن، یه پیچش توی کمر میده. 3 و 4 5 6 7 8 اینم 9. یکی دیگه 10. دست چپ رو بکش بالا، خم کن به عقب، آرنج رو بگیر زیر بازو رو کش بیار تا جایی که میتونی به عقب نگهش دار. گردن تو امتحان کن، اصلا فشار روش نیست. نگه دار نگه دار. مرسی. بیار جلوی سینه کشش. آرنجت خم نباشه، آرنج تو صاف. مرسی. رها کن. بریم با هم دیگه خم به پهلو رو شروع کنیم. از سمت راست فقط 10 تا به راست میخوام برم. آماده ای؟ کشش کنار گوش، میام پایین توی پهلو جلوی سینه. آماده باش آماده باش. برو بریم. 1 با لبخند انجام بده. 2 مرسی. 3 و 4 کشش. 5 6 7 8 9 یه دونه آخری. اینم 10. بریم سمت دیگه. کشش جلوی سینه. 1 و 2 سرعتتو بس با من هماهنگ کن. 3 4 و 5 و 6 ادامه بده. 4 تای دیگه داریم. این 8می. شل ندیا قشنگ. کشش از جلو سینه کشش. آخریش اینم 10. مرسی. دستو بذار روی زانوها، بکش سینه رو جلو جلو جلو، پشت صاف. حالا سرتو به سمت زمین رها کن، پشتو از پایین کمر شروع کن، قوز کن، ببر گرد 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 عقب. دوباره دم بیا جلو. ادامه بده. نفس قشنگ پشتو گرد کن به عقب، جوری که دستات کشیده شه. آخری. مرسی. بریم 5 تا انجام دادیم. 5 تا دیگه همین حرکت رو به صورت پویا میخوام انجام بدیم. حاضر میشه؟ از دهان میدم بیرون، پس سینه رو میکشم بیرون به سمت جلو، یه قوس کوچیک به عقب میدم، بازم پشت رو که گرد میکنی از دهان بده بیرون. 5 بار. آماده؟ بریم. یه دونه دیگه. مرسی. خیلی دستا رو بذار روی شونه، آرنجا رو بیار بالا. بریم دست رو بکش بالا. 1 هماهنگی عصب عضله میخوایم بدیم و برگشت و 2 و 3 بکش دست رو. 4 قشنگ میخوام دست و پهلوت یه خط صاف ایجاد شه. اینم 5 6 7 8 9 آخری 10. شونه ها رو بیار نزدیک گوش، رول کن عقب. 1 2 ادامه بده. برعکسش شونه ها رو بیار نزدیک گوش، جلو دستو ضرب کن. 1 و 2 و دستا رو ضرب کن، بکش قشنگ ماهیچه های کتفت میخوام کشیده شه. 3 خیلی عالی. بریم با حرکت گردن چرخشی کاملش کنیم. 1 و نفس بگیر. 2 و 5 بار میخوایم بریم. 3 4 آخری از این سمت. 5 برعکسش کن، از چپ جلو راست. 1 2
3 4 آخر اینم 5. مرسی. خب همینجا که هستی دستو بذار کنار شقیقه چپ، دست دیگه زانو رو بگیره کنار گردن و آهسته کش بیار، رها کن، برو سمت دیگه. دستت که میای نفس بگیر، برو سمت دیگه. دم آخریشه بچه، آخری. بازم. مرسی. دست کنار شقیقه راست، سر رو به دستت فشار بده، با دستت مقاومت کن، نفس بگیر، رها کن، سمت دیگه، سر رو به دستت فشار بده، رها کن. چپ. عالی. دستا رو قلاب کن تو هم، پیشونی رو به دستا فشار بده، با دستت سر رو کنترل کن، نذار جلو بیاد، رها کن. یه نفس بگیر، سر به عقب فشار میدم، رها کن. دوباره از جلو پیشونی نفس بگیر، برو به عقب، آخریشه. مرسی. خیلی خوب. بریم با تنفس کاپالابهاتی 3 تا 10 تا. میخوایم بریم توی 1 دقیقه مدیتیشن امروزمون. میتونی روی صندلی هم بشینی یا همینجا روی زمین، یه کوسن بذاری زیرت. آماده باش. حرکت یادتونه تنفس رو گفتیم دم اول آگاهانه میگیریم، شکم مثل یه بادکنک باد میکنی، بازدم از این به بعد فقط زوم میکنی روی بازدم، مثل اینکه بینی تو با دستمال چجوری میگیری فیلم میکنی، همون حالت. فقط بقیه رو فقط روی بازدم دقت کن، اتوماتیک ریت خودش نفس میگیره. حاضری؟ دم اولو بگیر. میریم برای 10 تا. شکم رو فشار میدم، استراحت. چشمات یه چند لحظه ببند، شونه ها ریلکس، بدن ریلکس. اگه جایی توی بدن احساس میکنی تنش هست، دلت میخواد تکونش بدی، هیچ اشکال نداره، تکون بده. سر، گردن، شونه، بالا تنه. خیلی عالی. آماده باش بریم برای ست دوم. یه اووردوز اکسیژن توی خونمون داریم میبریم، فوق العاده عالیه. حاضر باش. دم اولو بگیر، شروع کن. استراحت. چشما بسته. بچه اگر بعد از این تنفس یک کوچولو سرگیجه دارین اصلا نترسین، کاملا طبیعیه و سریع رفع میشه. آماده باش برای 10 تای آخر، بعدش بلافاصله میریم توی مدیتیشن. حاضری؟ آماده باش. آماده باش. دم اولو بگیر و شروع کن. مرسی. بدن ریلکس، ستون مهرات رو بلند کن، شونه ها رو رها کن، دستا رو بذار روی پاها، چشماتو ببند. بریم توی 1 دقیقه مدیتیشن امروزمون. حواستو بیار روی دم و بازدم.
سرت میاد، هیچ اشکالی نداره، باهاش مبارزه نکن، رهاش کن. دوباره تمرکزت رو بیار روی دم و بازدم. خیلی عالی. دستا رو بیار جلوی سینه، کف دستاتو به هم ماساژ بده، حسابی انرژی ها رو با هم هماهنگ کن، مخلوط کن. بذار روی چشمات با یه نفس و لبخند چشماتو رو به زمین باز کن. بریم بشینیم روی صندلی. ادامه کلاس امروز یه برنامه ترکیبی براتون در نظر گرفتم که حسابی روی شکم و پاها کار میکنه. خیلی خوب، حاضری؟ سر بخور، بیا لب صندلی، شروع کن. دستا رو بیار جلو سینه، با حرکت‌های دست و پای مخالف میام. 1 2 3، پا رو بکش بالا. 4 5 6، عوض نکن. 7 8 9 10. مرسی. پاها رو یکم باز کن. بریم دست مخالف پای مخالف از داخل. 1 2 3، دستو بکش. 4 5 6، بذار پهلوهاتم فعال شه. 8 9 و 10. خیلی عالی. همینجا که هستی پاها رو جفت به هم بچسبون. حرکت سوم، چند تا حرکت پشت سر هم میخوایم زنجیره‌ای به هم بچسبونیم. لب صندلی هم بالا تنه رو ببر عقب، صندلی رو بگیر، زانوها رو بیار توی شکم. 1 2 3، بکش بالا، عوض نکن. 4 5 6 7 8 9 و 10. خیلی عالی. همینجا که هستی ببین نشستی لب صندلی، درسته؟ بدنتو بردی عقب، با پشت صاف، قوز نکردی. صندلی رو نشیمنگاه رو نگه داشتی، درسته؟ کف دستتو بذار روی کف صندلی. حالا پاها به هم چسبیده، داخل پاها وصله به هم. زانوها رو باز میکنم. حالا پا رو میکشم بالا. 1 2 3. عالیه برای این چربی سیر شکم. 4 5 6 7 8 9 و 10. پاها جلو، بریم دستا رو از زیر پا بزن برم. 1 2 3 4 5 6. آفرین. 7 8. زانو رو بکش بالا. 8 9 و 10. خیلی عالی. پاها رو بکش جلو، نزدیک هم، لازم نیست جفت باشه، فقط زانوها تو صاف کن. دست رو از بغل پاها بکش بیار جلو جلو. سینه رو بده بیرون، شکم جمع نشه. بیا بالا دم. دوباره 2 و 3. حرکت قایقران. 4 و 5. بکش بدن رو عقب عقب عقب. خیلی خوب. همین حرکت رو سمت برعکسش هم انجام میدیم. دستا از بالا میاد جلو تا جایی که پشتت قوز نشه. بکش به عقب. 1. دستا مشت میشه، میاد کنار پهلو، میرم عقب. حالا بازش میکنم بالای سر. دوباره میام. 2. زانوهاتو خم نکن تا جایی که میتونی. آفرین. و 3 و 4. اینم آخری. 5. خیلی عالی. بریم همین چند تا حرکت رو پشت سر هم دیگه توضیح نمیدم این سری، فقط حرکت رو که عوض میکنم حواست با من باشه، توی کلاس باش. حاضری؟ همون مارش ساده بود، یادته؟ میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پاها باز، دستا به داخل. 1 2 3. عوض نکن. 4. بذار شکم ماهیچه حرکت کنه. 6 7 8 9 10.
صندلی رو بگیر بکش زانو رو بالا. 1 2 3 4 تون تون 5 6 7 8 9 و 10. پاها روی زمین، زانوها رو باز کن، بکش پاها رو به سمت لگن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. پاها رو بکش جلو. نه یه حرکتمون رو جامون بریم از زیر زانو. 1 2 3 4 5 بکش سینه رو بیرون، بوز نکن. 6 7 8 9 و 10. پاها کشیده. بریم برای حرکت آخر. قایقران از پهلوی پاها بکش سینه رو بده بیرون بیرون بیرون. 1 بدن رو بکش عقب، مشت کن بیار توی پهلو و 2 ادامه بده. آفرین. 3 4 و 5. برعکسش کن. مشت از پهلوها بیار بالای سر، بکش جلو جلو، شکم رو بنداز روی رون پاها. 1 عالی. 2 بدن تو بکش عقب، شل این وسط بر نگرد و 3 2 تای دیگه داریم. 4 و اینم 5. خیلی عالی. اگه بخواین آب بخورین یه رو اول بعد از که گذشت آب بخور. بریم برای ست سوم همین حرکت. سریع سریع خودتو برسون. بچه آب که میخوریم بدنمون رو هیدراته میکنیم که ماهیچه هامون قشنگ دم میکنه و قرص از مفاصل و استخونا محافظت میکنه، از خودش هم محافظت میکنه. خب بریم برای ست آخر بدون معطلی. خسته که نشدید؟ حاضرین؟ بریم. 1 2 3 4 5 6 7 جانمون 9 و 10. خیلی عالی. حرکت بعدی پاها جفت، نه پاها باز. بریم به داخل. 1 خودم هم گیج شدم. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. زانوها جفت، بدن رو بکش عقب، سینه رو بده بیرون، زانو رو بیار بالا. 1 2 3 4 5. میدونم سخته ولی بوز نکن. 6 7 8 9 و 10. خیلی عالی. زانوها رو باز کن، کف پاشنه پا رو بکش سمت لگن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. بیا جلو، پاها به عرض لگن. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. قایقران آخرین حرکت. حاضری؟ بکش سینه رو بده بیرون بیرون بیرون. 1 بالا، بکش بدن رو عقب مثل تخته شیب دار شه و 2 آفرین و 3 و 4 و 5. آماده باش. بریم برعکسش. از بالا بکش کنار پا، بیار توی پهلو، بدن رو بکش عقب، شیب دارش کن. حالا 1 و 2 و 3 و 4 و 5. خیلی عالی. بین اینکه حرکات برای رون پاها، تمام پا، پهلوها، شکم انجام دادیم، حرکات کگل هم انجام دادیم برای کف لگن، جلوگیری از افتادگی رحم، جلوگیری از افتادگی مثانه و حتی کسایی که مشکلات رحم و مثانه دارن بهشون کمک خواهد شد. خیلی خوب. بریم برای حرکت بعدی. میخوام حرکت بعدی رو سریع سرپا کنیم. آماده ای؟ میخوایم جلوی صندلی بایستیم. خب جلوی صندلی که وایسی اندازه گیریش اینجوریه، یه قدم کوچیک
میری عقب با هر دو پا. پای راست رو بذار روی صندلی، روی لبه صندلی. گودی پات بیفته روی لبه صندلی که پا سر نخوره. خیلی خوب. حاضر؟ زانو رو خم کن، بیا جلو. دست رو بکش بالا، زانو صاف برسون به صندلی. دوباره دست روی رون پا، بیا جلو جلو جلو. زانو رو صاف کن، دستا رو باز کن، بکش دست رو برسون به صندلی. این یک و آهسته انجام بده. حسابی ماهیچه ها رو میخوام مثل اون کشک مثال زدیم بکشی. اگه دستت به صندلی نمیرسه، پشت پات خشکه، دست رو بذار روی ساق پا. حالا تا جایی که کشش داری اما درد نداره. نمیدونم چند تا شد، 2 تا یا 3 تا، حالا میگه 2 تا. و این 3. دست روی رو، جلو جلو جلو. پشت پای عقبی داره کشیده میشه. زانو صاف، دستا بالا، بیا پایین. 4. 10 تا میخوایم بریم. خیلی نرم میخوام برم. کشش ها رو میخوام نگه داریم یکم که کشش ها عمقی بشه. و این 5 و بیا بالا. کشش. مرسی. زانو رو صاف کن، دستا رو بیار بالای سر، برسون به صندلی. زانو صاف کن تا جایی که میتونی. این 6 و باز. آفرین. این 7 و این 8. صدای صندلی منم در اومده. و 9 و آخرش 10. نگه دار. حالا چه روی ساق پاست، پشتت قوز نباشه، شونه ها نزدیک گوشت نباشه. سینه رو باز کن، بذار قوز پشت باز بشه، شونه رو از گوش دور کن، بده عقب. حالا چه دستت روی ساق پاست چه روی صندلی، بالاتنه رو بکش پای. 1 2. کشش رو عمیق‌تر داریم میکنیم. 3 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. دست رو بذار روی صندلی، پا رو ببر عقب، بکش دستا رو به سمت زمین. کشش هر 2 تا پا. اصلا همین الان احساس میکنی انگار این پای راستت که باش حرکت رو انجام دادی بلندتره. شما هم این حس رو دارید، احساس میکنید پای بلندتر شده. چرا؟ چون ماهیچه ها رو کشیدیم، مفاصل فضاش بیشتر شده. این حس قاعدتا وجود داره. خیلی خوب. نگه دار. مرسی. بیا بالا. 10 و 12. خب عالی. بریم همین حرکت ها رو با پای چپ. گودی کف پامون روی لبه صندلی قفلش میکنم، دست روی رون، پا رو بکش جلو جلو. اینقدر کشش رو میارم جلو بچه ها تا دیگه احساس کنی پاشنه پای عقبیت میخواد بلند شه، اونجا نگهش دار. خیلی عالی. زانو رو صاف کن، دستا رو از پهلو بکش بالای سر، بیا جلو. حالا یا روی ساق پا یا روی صندلی. 1 10 تا میخوایم بریم. شروع کن انجام بده. 2 و 3 کشش رو میخوام. عالی. و 4 و اینم 5. ادامه بده. 5 تای دوم. کشش. مرسی. 6 دستو برسون به صندلی یا مچ پا. اگه تا اینجا راحتی بکش توی مچ پا. بیا بالا. 4 تای دیگه داریم. انجام بده با تمرکز. عجله نداریم. کشش رو حداقل 3 ثانیه میبینی نگه میداریم. بیا بالا.
دستا رو از پهلوها باز کن، بیار بالای سر با زانوی صاف، دستو ببر سمت صندلی. مرسی. 2 تای دیگه. کشش. حسابی کشش رو میخوام تو پاهات حس کنی. مرسی. فوق‌العاده این بچه ها، عالی هستین، شک نکنین. آخریش هم انجام بده. و آخری میریم توی پالس. حالا یا اینجا کشش رو دستو بیشتر میکنم. 1 روز نکن. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. دستا رو بذار اینجا، پا رو ببر عقب، کنار پای عقبی بکش بدن رو و عقب، باسن زانوها صاف، باسن فشار بده، باسن رو عقب. میخوام از بین دستا سینه رو فشار بدی به سمت زمین، سر رو رها کن به سمت زمین. مرسی. صندلی رو با دستات نگه دار، بیا جلو توی خط کش. اگر مچ دستات درد میکنه زانو تو خم کن، فشار روی دست کمتر میشه دم بازدم، مثل همون سگ سربالا، سگ سرپایینه. اگر مچ دستات یاری میکنه فشار نیست، لگن رو بکش به سمت صندلی، سینه جلو. 1 برو سر به پای. 2 10 تا میخوایم بریم آهسته. آرنجت خم نشون، صاف. سر پایین، فشار بده سینه و سر رو به سمت زمین، پشت پاهات کشیده میشه. 3 سر پایین. 4 سر پایین. بچه حرکاتی که امروز طراحی کردم همشون کمک میکنه برای بلند شدن قد شما. اگر نوجوان دارین که توی سن رشده، بدین این حرکات رو با صندلی انجام بده. خود ما میبینید وقتی سن بالا میره آروم آروم قد آدم آب میره. این حرکت ها کمک میکنه که قد شما آب که نره، هیچی، تازه مفاصل باز بشه، ماهیچه ها باز بشه، ستون مهره ها بره توی راستای درست و قد شما خواه نخواه بلند میشه. 3 تای دیگه. سر پایین، کشش ها رو داشته باشه. نفس، لگن رو هل بده به سمت صندلی. سر پایین، باسن رو هل بده عقب، بذار ماهیچه های پایین ستون مهره ها کشیده بشه. آخریش هم با هم بریم دم و باز دم. مرسی. خب همینطور که دستات روی صندلیه، میخوایم بریم پالس. سینه رو به سمت زمین ضربه بزنیم. 1 2 3 پایینه، کمر رو شل کن. 4 5 6 7 8 9 و 10. این کمک میکنه راستای ستون مهرهاتون رو تصحیح میکنه. دم بگیر بیا بالا. اگر حالت اسمانند پیدا کرده ستون مهرهاتون، درستش میکنه. خیلی عالی. خیلی خب بریم بشینیم. چند تا حرکت دیگه، 3 تا حرکتی برای شکم طراحی کردم که فوق العاده عالیه. حتما آب بخور. پیش از اینکه بریم حرکت رو انجام بدیم آب بخور لطفا و یه استراحت میکنیم در حد 20 ثانیه. دراز بکش، پاهاتو بذار روی صندلی. خب این حرکت ها ممکنه به نظر شما چالشی بیاد، که چالشی هست، اما به مرور بچه ها، چون میدونم توی عید ما کلاس نداریم و شماها با این کلاس ها توی اون 2 هفته تعطیلات عید ورزش میکنین، یه حرکاتی رو گنجوندم توی کلاس که فوق العاده عالیه. ماهیچه‌های شکمتون رو سفت نگه میداره، پاهاتون رو قدرتمند و سالم
نگه میداره، بدنتون رو راستاشو تنظیم میکنه. خیلی حرکت ها بچه، چند تا حرکت پشت سر همه توی این مسیر که هم پاهامو قوی میکنه، فرم میده، سلولیتاشو میسوزونه و سلولیتای پهلو و شکم و عالی روش کار میکنه. خب اینو توی 2 تا لول میخوام انجام بدم. لول اول برای کسایی که پریود هستین و یا حرکت براتون سنگینه، احساس میکنی حرکت به اون صورتی که من میگم برات سنگینه. کسایی که نمیخوان بالاتر رو بالا بیارن، دیسک پایین کمر داری، تنگی کانال نخاع داری، این حرکت رو بخوای انجام بدی چون ماهیچه های شکمت ضعیفه، فشار روی کمرت میاد، به صورت خوابیده انجامش میدی. خب برای این حرکت لازمه که من یک کمی از صندلی دور بشم، یعنی وقتی پاهامو صاف میکنم لبه صندلی میفته زیر زانوها. درست شد؟ در این اندازه. وقتی دراز کشیدی، بچه دارم اندازه گیری که چه کجا قرار بگیرین رو میگم. دراز کشیدم جلوی صندلی، پاهامو صاف میکنم روی صندلی، صندلی لبه صندلی افتاده زیر زانو، درست این پشت نه، یکم پایین تر. درست شد؟ اینجا تنظیمش درسته. بچه های لول 1 کمر درد پریود دست رو حتما بذارین زیر باسن. بچه ها همگی بچه که لول بالاتر هم میتونین انجام بدین، با من شروع کنین انجام بدین. سری دوم، ست دوم بهتون میگم چه جوری. الان همه همین شکلی انجام بدین. حاضرین؟ حرکت چیه؟ حرکت اینه. پاها رو صاف میکنم، باز میکنم، 2 طرف صندلی. 1 بیار بذار روی صندلی، 2 بیار بذار روی صندلی، گودی کمرت از زمین بلند نشه، 3 روی صندلی، 4 5 10 تا هر حرکت رو میریم، 6 7 زانو رو صاف کن، بیار نزدیک زمین یا بذار روی زمین، 8 نفس میکشی 9 وای دست حرکت تموم شه، نفس بگیر، این 10 خیلی عالی. بلافاصله میریم توی حرکت بعدی. دستامو آزاد میکنم 2 طرف بدن، از روی صندلی پاها جفت زانوها خمه، میارم سمت چپ، بیار بالا برو سمت راست، 1 2 3 4 5 این عالی پهلوها رو میکشه بچه ها، 6 7 8 بدون اینکه نه به زانوهات و پاهات فشار بیاد نه به مهره‌های کمرت فشار بیاد، داری روی شکم و پاها کار میکنی. خیلی خوب، تموم که شد. دوباره باسن رو بلند کن، میتونی دستاتو بذاری زیر باسن. حرکت اینه، پاهامو صاف میکنم، جفت بالای صندلی میارم توی شکم، میبرم زیر صندلی، میذارم روی زمین. لول 1 اینه. دوباره زانو توی شکم، پا صاف روی صندلی، کف زمین، 1 و 2 و 3 بکش پاها رو صاف کن و 4 و 5 و 6 نفس بکش حتما، 7 9 یه دونه دیگه، 10 خیلی عالی. خب برای حرکت بعدی یک کمی باید بری عقب‌تر، یک کوچولو به اندازه 1 قدم با بدنت برو عقب. پاهامو بچه‌ها میخوام صاف کنم، پای راست بالای صندلی، پای چپ زیر صندلی، توی شکم جای پا رو عوض میکنم. میشه؟ خب اگه خوابیده هستی یه پا میاد بالای صندلی، یه پا میره پهلوی صندلی، میشه 1 توی شکم جای پاها رو عوض کن، 2 توی شکم، یه پا میاد بالای صندلی، میبینی؟ یه پا میاد پایین کنار صندلی، 1 2 3 دست زیر کمر، باسن بالا میاد، 4 5 6 بچه ها حفظ کنین و بچه هایی که لول 1 رو انجام میدن، 7 8 9 و 10 مرسی.
پاها رو بذار روی صندلی، دست رو آزاد کن، یه استراحت کوچولو. خب همینجا توی استراحت شکم رو فشار بده به سمت زمین، بکش تو، پایین مهرهات رو بچسبون به زمین. 1 رها کن، بذار گودی کمر برگرد. فشار، میتونی از دستت کمک بگیری. نفس بگیر، رها کن. 2 عالیه برای گودی کمر. 3 4 نفس بکش وقتی رها میکنی. 5 6 نفس بگیر. 4 تای دیگه، عجله نداری. 7 8 9 و آخری 10. مرسی. رها کن. خب حالا میخوایم این ست دوم رو برای لول کمی سنگین تر انجام بدیم، جوری که بالاتنم هم شریک بشه توی حرکت. باز دوباره میگم اگر پریود یه روز خسته ای، لطفاً کسایی هم که دستاشون ضعیفه لطفاً تو همون خوابیده انجام بدن. حرکت های پا همونه، فقط من توی این وضعیت میبینین اندازه گیریم همونه، زیر زانومه، درست اول این مایچه پا. دستامو گذاشتم، دستامو باز میکنم، سینه رو میدم بیرون. حاضری؟ حرکت یادت چی بود اولی؟ زانو رو بیار توی شکم، باز کن. 1 توی شکم، 2 توی شکم، 3 توی شکم، 4 و 5 و 6 و 7 و 8. بچه‌هایی که با دست اومدن بالا دستاشون رو باز بذار. این 9. یه دونه حرکت اول رو اضافه کردیم. حاضری؟ زانوها صاف، سینه رو بده بیرون، پاها رو بیار کنار صندلی. 1 بالا، 2 بالا، 3 بالا. وقتی میام بالا بچه فشار بیشتری به رونای پاهای شکمم میاد، اما دلیل نمیشه به خودم صدمه بزنم. اگر اذیت میشی پشت رو بخوابون روی زمین، فقط پاها رو انجام بده. 4 بالا، 5 بالا، 6 بالا، 7 بالا، 8 بالا، 9 بالا. یه دونه دیگه، 10. مرسی. خیلی خوب. همینجا که هستی زانوها رو خم کن، بیار توی شکم، میارم پهلوی راست، از روی صندلی رد میکنم چپ. 1 2 3 4 5 انجام بده. 6 7 8 9 و 10. مرسی. خب حرکت بعدی. حاضرین؟ حرکتی که به پشت خوابیده بودین، یه پا می اومد بالا، یه پا می اومد کنار صندلی. وقتی که روی دست اومدی، یه پا میاد بالا، یه پا میره زیر صندلی. دوباره جمع میکنم توی شکم، جای پاها رو عوض میکنم. میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خیلی خوب. پا رو بذار روی زمین، یه استراحت. یه حرکت دیگه داریم. یه حرکت دیگه. خب حرکتی که به پشت خوابیده بودیم، پا رو میکشیدی بالا، خم میکردی توی شکم، میذاشتی روی زمین، درسته؟ حالا میام وقتی که اومدی روی دستا، حرکت یه خورده میخوایم قوی تر انجام بدیم دیگه. میاد بالا صاف، میاد زیر صندلی صاف. 1
دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه و آخریشه رست. استراحت استراحت استراحت. خب فوق العاده حرکت‌های عالیه برای شکم. میبینید که اصلا به پاها و مفاصل پاتون فشار نمیاره، به ستون مهره‌ها فشار نمیاره، ولی داره روی شکمتون فوق العاده، مثل اینکه رفتی توی باشگاه داری با دستگاه کار میکنی، با وزنه کار میکنی. چرا؟ چون پاهات داره نقش وزنه رو برات بازی میکنه. نفس بکشی، استراحت کوچیک. یه ست دیگه همین حرکت ها رو میخوایم انجام بدیم. ست سومو دوباره من میخوام با بچه های لول 1 کار کنم. اگر لول سنگین تر کار میکنی بیا بالا، دستا باز و سنگین تر انجام بده. بقیه حرکات پا یکیه. دستا زیر باسن بریم. 1 باز، 2 باز، 3 باز، 4 5 6. بچه های لول 1 دستا زیر باسن. 7 8 9 و 10. خیلی عالی. بدون اینکه وقت رو تلف کنیم میریم تو حرکت دوم. 1 جمع، 2 جمع، 3 جمع، 4 جمع، 5 جمع، 6 جمع توی شکم، 7 8 9 و 10. خیلی عالی. دستاتو آزاد کن، زانوها رو با هم بچسبون، از روی صندلی بیا به راست، از روی صندلی برو به چپ، زانوها رو به زمین نزدیک کن. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. بلافاصله میخوام برم توی حرکت بعدی. گفتیم یه پا رو میذارم روی زمین، یه پا رو میکشم، یه پا میاد کنار صندلی، روی صندلی صاف، یه پا میاد کنار صندلی. میشه 1 عوض کن، 2 جای پا رو عوض کن، 3 4 5. بچه‌هایی که بدون بیاین بالا روی دستا، یه پا میره زیر صندلی، یه پا میاد بالا، دوباره جاش عوض میشه. 5 تا رفتیم، بریم عوض کنیم. 6 7 8 9 و 10. مرسی. خیلی خوب. حرکت بعدی، بچه‌هایی که روی دستیم، پا صاف میاد توی شکم، از زیر صندلی میکشی، پا رو صاف میکنی. بچه‌هایی که توی لول ساده تر میرین، دستا زیر باسنه که کمرتو ساپورت کنه، میشه خط کشیده جلو. انگشتای پا رو بذار روی زمین. 1 و 2 و 3. آفرین. آخرشه. انجام بده. کوتاه نیا. 4. تو میتونی، مطمئنم. 5 6 7. قشنگ اکسیژن برسون به ساخت ساز چربی. 8 و 9 و 10. دستاتو آزاد کن، پاها رو بیار بذار روی صندلی. بچه ها وقتی نداریم، میخوام حرکت بعد رو بدون مکس بهش بچسبونم. میخوایم یه حرکت معکوس اضافه کنیم که خون الان پر از اکسیژن، پر از انرژیه. بیاریمش سمت مغز، سمت مایچه های صورت، سمت اعصابی که از توی گردن رها میشه. سادش اینه. پاهاتو گذاشتی لب صندلی، کمر رو بلند کن، آجر رو بذار زیر کمر، پاهاتو تک تک بیار بالا، دستا باز. 2
3 نفس بکش. با نفس ضربان قلبمون رو الان کنترل میکنیم. دم عمیق، بازدم طولانی. پاها رو تک تک بکش بالا. اگر بدون آجر میخوای بری میام بالا، درست؟ پاها چسبیده. حالا بارو میکشم. 4 خودت انتخاب کن کدومو میری. 5 6 7 8 9 و آخری 10. مرسی. پا رو بذار روی صندلی، کمر رو بلند کن، آجر رو بردار. اگر بدون آجر رفتی کمرتو مهره بذار روی زمین. خب زانوها رو بیار توی شکم، گهواره راست و چپ انجام بده. مرسی. خیلی خوب. هر دو زانو رو بذار چپ، کتفت از زمین بلند نشه. با دستات زانوها رو بکش به سمت زمین، سر برعکس به راست. داریم پهلو و پایین کمر رو حسابی میکشیم برای که اسیدی که ایجاد شده تو مایچه ها در اثر سوخت و ساز رو خالی کنیم. تکمیل کنیم، خنک کنیم بدن رو. مرسی. رها کن، بیا وسط. برو سمت دیگه. هر دو زانو رو بذار راست. با دستا زانوهاتو بکش روی زمین، به سمت زمین. کتفت سعی کن از زمین بلند نشه. سر برعکس پاها. بدن رو شل کن. پهلو، پایین کمر، باسن رو شل بکن. بذار قشنگ ماهیچه هات آهسته آهسته کشش پیدا کنه. یه بار دیگه سمت سر و پاها رو عوض کن. عوض کن. مرسی. پا رو بذار روی صندلی. پای راست رو بنداز روی پای چپ، مثل که نشستی روی صندلی، پاهاتو انداختی روی هم دیگه. حالا پاها رو هر دو بکش سمت شکم تا جایی که کف پای چپت بیاد روی لبه صندلی. پای راست رو بگیر بکش سمت بدنت. نگه دار. کشش پشت باسن پای راستت الان. حسش کن. نگه دار. مرسی. آهسته رها کن. بریم پا رو عوض کنیم. پای چپ رو بنداز روی پای راست. هر دو تا زانو رو بکش سمت بدنت. پای چپ رو با دستات بگیر بکش تا جایی که کف پای راستت بیاد لبه صندلی. نگه دار. نگه دار. بدنتو شل کن. رها کن. مرسی. آهسته رها کن. بریم با دستا کشش. یه بار دست راست بالای سر، پهلو رو بکش، دستا رو بکش. عوض کن. 2 نفس بگیر. 3 4 5 کشش. 6 7 8 9 آخری 10. دستا رو بیار جلوی سینه. بچسبون کف دستا رو به هم. بکش دستا رو به سمت چپ. میام روی شونه چپ. میبینی بالا تنم بلند میشه. دستامو میکشم عقب‌ترین جایی که میتونم میذارم. میاد بالا. سمت تو عوض کن. 2 3 اصلا وقت نداریم دیگه، تمام. بریم. باسن رو بلند کن. پاها رو بذار روی صندلی. زانوها باز، دستا باز. بدنتو رها کن روی زمین. یه نفس عمیق بگیر. بدنتو شل کن. به تمام بدنت آگاه باش. چشمات رو ببند.
نفس بکش. بدنت رو کاملا رها کن. دم و بازدم. پس سر، پشت گردن، کتف‌ها رو پهن کن روی زمین. ریلکس. پایین کمرت رو رهاش کن روی زمین. حس کن پایین کمرت انگار میچسبه سنگین روی زمین. انقباض باسن سمت راست، باسن سمت چپ رو شل کن. پشت رونها، پشت زانوهات، پشت ساق پاهات، پاشنه پاها، کف پاها، انگشتات رو سریع سریع حرکت 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 و یه دفعه رها کن. یه نفس عمیق بگیر. بذار آرامش از انگشتای پات جاری بشه روی پا، توی مچ پای راست، مچ پای چپ، ساق پاهات بیاد رهایی توی زانوهات. رونای پات رو شل کن. داخل رون، روی رون، بیرون رون. یه بار دیگه یه نفس عمیق بگیر. آخیش ماهیچه های شکم رها. یه بار دیگه نفس بکش. آخیش پهلوها، قفسه سینه، شونه ها، دست ها تو رها کن. میخوام انگشتای دستت رو سریع سریع مثل شمردن سریع 1 2 3 4 حرکت 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 و یه دفعه رها کن. یه بار دیگه نفس عمیق بگیر. آخیش گلو، گردن، کل گردی صورت، پیشونی، چشمها، گوشها، گونه ها، لب بالا، لب پایین، چانه. ریلکس. یه نفس دیگه حس کن. عمیقاً رها. عمیقاً آرام. میخوام لبخند بزنی. آهسته بچرخ به سمت راست بدنت. سرتو بذار روی بازوی راست. زانوهاتو به حالت جنینی جمع کن داخل شکم. نفس بکش. توی ذهنت میخوام به خودت بگی آفرین، امروز عالی بودی، فوق‌العاده بودی، بهت افتخار میکنم. واقعا من بهتون افتخار میکنم بچه ها. اگر نیاز داری که استراحت کنی یک کمی دیگه توی این حالت بمون. نفس بکش، بدنت رو رها کن و استراحت کن. اگر نه آهسته با من بلند شو و بشین. دست هاتو به هم ماساژ بده. بذار روی چشمهات. آخیش به تموم سر، صورت، گوشها، گردن، سینه، شکم، روی رونها، زانوها، دورانی روی پاهات دست بکش. پهلوهات، پایین کمر، روی کتفات حتما دست بکش تا جایی که دستت میرسه. مرسی. دست ها رو به حالت دعا میذاریم روی سینه. تشکر از خداوند و تشکر از جهان هستی. خدایا از تو دلی آرام و تنی سالم درخواست میکنم. خدایا از تو میخوام تمام راه ها رو با نیکی به راحتی و به زودی باز کن برای رسیدن ما به آرزوها و هدفهامون. میخوام به این لحظه دعا کنین برای اینکه من یه هدفی دارم، یه کار واجبی دارم. خداوند کمک کنه